توی ویدیوی امروز اتاقو تمیز میکنیم و من میگم عمری ببین دیگه گیره چی افتادیم خدا و کلی کار میکنیم. تموم. یک شنبه 14 تیر 405. حاجی میخوام عکس تامنیل بگیرم ویدیو قبلی. بعد مشکلی که هست الان بعد موتور رو ببرم توی فضای باز یه دونه عکس رو موتور بگیرم. زغالی رو میبینی؟ هوندا قدیمی. هی خدا یه پولی به ما بده یه ماشین بخریم. خانم دکتر اون ور عکس میگیره، من اینجا عکس و اینا میرم. برو. آخر عمری ببین دیگه گیره چی افتادیم خدا. بیا اینم چی شد. اینم نمونه کار. بارو واقعا یوتیوبر شدن سخت خدا. 60 تا عکس گرفتیم هنوز هیچ کدومش تصویر نشده. نه قشنگ شد ولی آخر عمری ببین دیگه باید تامنیل بگیریم فلان کنیم. برید حال کنید. بزن 3 تا کسخل والیبال هم بلد نیستن. ساعت 2 شب دیده بودی کسی ها پرتقال بخوره؟ دوشنبه 15 تیر 405. امروز اگه خدا قسمت کنه این شکستگی رو میخوام درست کنم. ما قبل از اون باید یه سر بریم رنگکاری. قبل رنگکاری هم باید یه سر ضد آفتاب بزنیم. یه شانس خوبی که آوردم میدونی چیه؟ این فلاپه که شکست تیکاشو من اومدم چیکار کردم جمع کردم. تیکاش میشه اینا که خیلی هم اوضاعشون خرابه. آره داشتم میگفتم بعد یه جور فلزایی هست برای این یارو فلاپا. میای پشت فلاپ میچسبونی داغش میکنی میچسبونی فلاپو قشنگ فیکس نگه میداره. برم تو شهر اگه پیدا کردم که اون بگیرم خیلی بهتر راحت‌تر میتونم درستش کنم. بعد تو خونم نمیشد صحبت کرد بابا داشت بد نگاه میکرد گفت الان با چوب میفته دنبالم. الان وای عینکم خب الان منتظر یکی از دوست داشتنی ترین آدم های کره زمینم تا بیاد. اینو نگاه کن. من تو شب اینو ببینم 3 بار سکته میکنم. خدایی ترسناکه. و بله دوست داشتنی ترین آدم کره زمین اومد. خب دیروز بود؟ امروز یک شنبه؟ اومدم شنبه. خب آقای شنبه همین خورده کارهای از انجام دادم. خوشگل. آقا ما یه شب اومدیم بیرون با موتور انداختیم تو چاله. موتور الان گاز نمیخوره. روشن میشه ولی نمیدونم گاز نمیخوره. از اون بعد وایسیم الان وانت بیاد موتور رو بندازیم بالا وانت ببریم خونه. این هم شانس ماست تو نواب گیر کردیم با موتور. سه‌شنبه 16 تیر 405. آجی انقدر نمیدونم اینو انرژیم بالاست میخوام برم کار کنم. دیشب ما رفتیم یه سر بچرخیم بعد با موتور داشتم میرفتم انداختم تو چاله. آجی موتور دیگه روشن نشد. هر کاری کردیم روشن نشد. نگو این زیر یه دونه شمع داره. عرضم حضور شما که این شمعه در رفته. الان باید ببرمش تعمیرگاه اینو بدم درست کنم. ببینیم چیه مشکلش. این فلاپه هم وقت نشد به چسبونمش. البته این یارو چیزا پیدا نکردم توریا. ببینم با چسب 1 2 3 میشه چسبوندتش یا نه. خلاصه که کل دیروز من درگیر این موتوره بودم.
اصلا دردسر. ای خدا، سرشم کلیک بگیریم براش ببینیم مشکل چیه. برای شمه حاجی نداشت. ای شم پیدا نکردیم، اومدیم دنبال کار و کاسبی. الان این کاری که میبینی و زدیم تمام شده. عرضم به حضور شما که اینم میزباناش. چطوره؟ دوباره اومدم شروع کرد. تو رو آوردم، تو اومدی، اومد بله. خودم آوردم. تحویلی مشتری ها، داره میره خونه مشتری. برو حالشو ببر. تحویل دادیم تموم شد. کار امروز تمومه. بریم چند تا مبل بهتون نشون بدم لذت ببرید. کجایی؟ حاجی کجا میری حاجی؟ سنگای بول آخه چه کار بزرگی کردن، همه جا کولر گازی داره. کار تمومه. برو بریم. حاجی چقدر من تو شبیه همین. پس فودم دیگه نمیشه خود خدایی با این گرونی ها. باید یوتیوب رو شروع کنیم پول در بیارم و تو یوتیوب بیایم فست فود بخوریم. حاجی روز تموم شد، خسته و کوفته اومدم خونه. بعد الان باید پاشم برم یه دونه ویدیو برای اینستاگرام بگیرم. فقط میتونم بگم خستم. خستم. چقدر گرمه این اتاق. ببینیم بیرون چه خبره. هیچ خبری نیست. نیمه من انجام بدم. همیهنان عزیزم، اونهایی که علاقه‌مند هستن. حاجی فهمیدم دلیل خستگیم چیه. دیشب پرتغال چیز شد. حاجی کم بوده گل بزنه. داشتم میگفتم پرتغال هست شد، رونالدو خدافظی که از جام جهانی. الانم آرژانتین با مصر 2-0 حاجی. مسی هم مثل این که امشب قراره بره آرژانتین. سورس هست شد از بازی. نیمار عرضم بزرگ شما تو کرواسی اون یکی چی بود اسمش، مودریچ، همه رفتن. یه همین مسی مونده، اینم حذف بشه دیگه تمومه. فوتبال من نگاه نمی کنم. خدایا دیگه گل بزنین حداقل فینال آرژانتین بره. چی درست کردی برا من؟ این ترکیب میدونی ترکیب چیه؟ این نون خشک مشخص میکنه. آبدو خیار نمکی، اشغال صفاسیتی. بیا این هم از چی اسم این آجی؟ آلبارو اینا گیلاس. میوارم نمیشناسم انقدر که مهم نبود. اوه شیره ها با باز کردم آجی، یه جوری آبومه سکته کردم. اینجا هم که دارن اینا زور میزنن برای حذف نشدن آرژانتینیا. دنیای کوچیکیه. مسی فنا داشتن مسخره میکردن، امشب خود مسی هم داره حذف میشه. گل زد، گل اول آرژانتین. آیا این کامبک هست؟ اوه چه زیر چاقی زد. سرگذری گونزالو مونتیل شوت محکم روی پای لیو مسی. 2-2 مساوی. همه چی برابر شد. مصر حاجی ندیدم رو دستت، حلالت باشه. کامبک زیبا. من حرفمو پس میگیرم. واقعا خدای آرژانتین حقشه واقعا. حاجی پشمام. عزیزا نظر در مورد گل چیه؟ پشمام. در این حال که بیرحمه زندگی بازی و کامبک
بچه تاریخیه تیم ملی آرژانتین. آجی کرک و پرام ریخ. چهارشنبه 17 تیر 405. حاجی دیشب اصلا کرک و پرام ریخ از بازی آرژانتین. یه کامبک زدن تو 15 دقیقه 3 تا گل زدن. ایول. خب دیشب رفتیم کل ویدیو گرفتیم، شستشوی لباس انجام دادن، نشد یه ویدیو بگیرم. الان این همه لباس هست برن تو چوب لباسی. البته قبلش باید اتو بخوره. خب آقا پروسه تمومه، پروسه این یارو جمع کردن لباس ها و اینا. هم یه خورده استرس دارم برای هفته بعد، همین که ببین وقتی من میام مثلا تو ویدیو از این به بعد ویدیو میسازم، ویدیو میسازم، این خودش هزینه برداره دیگه. برای شروع چیزی که حالا من میدونم باید طوری کارو شروع کنی که بدون هیچ هزینه‌ای کار پیش بره. بعد از این که از کار پول در آوردی بیای روی همون کار سرمایه گذاری کنی. متوجه شدی؟ بعد این یه خورده ریسکیه دیگه. مثلا میگم الان من یکی از ایده‌ام برای هفته بعد یه خورده هزینه برداره. قشنگ مثلا اگه حساب کنی 20 میلیون هزینه داره، ولی خب ریسکشو به جون میخرم دیگه. هفته بعد خدا قسمت کنه چیز میکنمش. خدایا چرا من همیشه این کلمات تو جلو دوربین یادم میره؟ کلا اصلا حرف زدن جلو دوربین رو بلد نیستم، دارم یاد میگیرم کم کم. بعد آره داشتم میگفتم هفته بعد دیگه میریم تو کار ساخت و ساز. خلاصه از این مطالب که بگذریم، خب بعد یه موضوعی هم که هست، این هفته دما 41 تا 43 درجه است دیگه. خیلی گرمه تهران واقعا. بعد ما میایم چیکار میکنیم؟ من کلا سیستم کاریمو اینجوری کردم که آقا یا صبح زود باید برم کارامو انجام بدم، یا اینکه 6 به بعد 7 به بعد بعضور که خورده دما میشینه پایین. برای همین توی ویدیو اگه دقت کنی من کل ویدیوم تو شب و ایناست. چرا؟ چون واقعا نمیشه رفت بیرون تو این گرما. من دیروز رفتم بیرون، اصلا کلا میبینین دیگه تو ویدیو میاد دیگه، خیلی سخته، خیلی داغه، نمیشه تو روز رفت بیرون. به همین مناسبت 100 تا شنا به عشق خودتون میرم. 100 101 102 100 تا تموم. خب بریم دنبال کار. ای بابا سویچ تو رو جا گذاشتم. از اون طرفم موتورا رو قرار بودین جاشو جوش بزنیم. خب حالا که فکر میکنم آجی یه خورده چون ظاهری موتورت ترسم برینم توش، برای همین چیکار میکنم امروز میبرمش میدم درستش کنم. خب رسیدیم کارگاه. این خوشگلی که میبینید قرار تعمیر بشه. خب رنگکاریش انجام شده، اسفنج و پارچش. خب بریم سراغ کار. این میزبان قشنگه رو میبینی؟ البته نمیدونم صدام خوب میاد یا نه، از شما رو با خودمون میبرم. ببین کیفیت کارو، رنگو ببین چقدر جزئیات داره، اصلا لذت میبری. این کار خوشگل باید چی بشه؟ پارچه بکشیم روش. پارچهش همینه، یه همچین پارچه میاد روش. حاجی کنسله، اسفنج نداریم. بعد زنگ زدم به اسفنج فروش، میگه ساعت 6 بعد از ظهر میام، بیا ساعت 6 بعد از ظهر اسفنجاتو ببر. نمیدونم میایم یه کاری انجام بدیم،
کاره میپیچه. از اون ورم این موتوره رو باید ببرم بدم رنگکاری درستش کنه، این فلاپ شکستگیاشو ایناشو بگیره، این چیزاشو. بعد میبینی شکستگی ها رو خودم میتونم درستش کنم، ولی خب چون ظاهری برای زیباییه میترسم خراب مراب بشه. بعد فلاپشون هم گرونه، الکی ضرر نزنیم. به نظرم میدیم به یه اوستا کاربلد کاردان قشنگ کارو در بیاره. انقدرم که گرمه من روبرو کولر فقط وای میستم. شما رو ببرم تو کولر. خب اولین بیمار رفت بالا. الان رو میز جراحیه، داریم میزنیمش قشنگ درش بیاریم. این دستگاه چسب حرارتی بزنیمش تو برق. ببینیم کار چی شد. خب این ستا آماده شد. کارایی این ستا اینه که سر درزا رو اتصال بده به هم. بیا آقا، کاری که تموم میشه اینجای کار رو میبینین، خرابی ها و داغونی ها رو. مثلا اینجا یه چیزی میاد به اسم سرمه، میبینی؟ وقتی میزنی قشنگ کار رو خوشگل میکنه. سرمه این کار کو؟ خب میریم سراغ سرمه. ببین این سرمه اینجوری میاد میشینه روی این کاره، قشنگ خوشگل میکنه این سرمه. حاجی داشتم چسب میزدم که چیز شد، این یارو سیمه قطع شد. این میبینی چیکار میکنیم؟ چسب میزنیمش. پروژه تا اینجای کار تعطیل شد، چسب تموم شد، اینجا موند. بریم یه چسب حرارتی بخریم. خب چسب رو خریدیم، اینم از اتمام کار. بندازمش پایین یه ویدیو قشنگ بگیرم زیبا. خیلی خوشگل شد خدایی. حالت طبی طورش هم در اومد، خیلی خوب شد. از این به بعد مبلاتون رو بسپارید برا من دیگه، همش رو با خودم میزنم براتون. بگو لایک و ساب و اینا رو بگو. لایک سابسکرایب یادتون نره. خدایی یعنی مشید ترین آدمه که دیدم. یه توپی براش بچه ها در آوردن حال کنه. بذار نشون بدم به بچه ها. نگاه اصلا دل نمیکنه از این خوشگله. پنجشنبه 18 تیر 405. خوشگل مامان تر و تمیز میریم سر کار. دیروز گوشی خاموش شد دیگه، نتونستم فیلم بگیرم اینا دیگه. امروز بریم نوارای کار رو بزنیم تمام بشه، تحویل بدیم تمام بشه بریم. اشتباهی دیروز دیگه نمی کنم، شارژر میبرم این سری. خب آقا رسیدیم سر کار، شروع کنیم کار رو دیگه. اینایی که میبینی قراره چیز بخوره، نوار بخوره. این نایاش پارم حاجی خیلی زیاده، ولی خب میزنم دیگه، میزنم ویدیوش هم میگیرم. تموم. خسته شدم، خیلی کار کردم امروز، واقعا بیش از حد مجاز. امروز جمعه 19 تیر 405. حاجی خستگی دیروز هنوز مونده رو تنم. از اون برم امروز خیلی کار دارم حاجی. بعد ادیت این ویدیو رو بزنم،
عرضم حضور شما که باید برم بازار. کار زیاد داریم امروز، ورزش هم که نکردیم امروز. خب آقا برنامه‌های امروز رو نوشتم، بعد اولویت بندی کردم. اولین کار اینه که بریم پیش داشلی. خب حاجی بریم. خب رسیدیم با این موهای ترکیده. خب آقا اولین کار تیک خورد. خب بریم سراغ تسک دوم. جلو کولر چه حالی میده لمبه بدی. خدایی دمت گرم، خیلی خوش سلیقه‌ای. حاجی وضعیت رو نگاه کن، با یه دست دارم فیلم میگیرم، با یه دست رانندگی، با پا اینو گرفتم، پشت سرم هم که بسته است، نه به وانت. آخه ایش زیر باد کولر خوابیدم. این دوتا ویدیو رو شاید ندیدی، سری نکن وقتم تمام شد.